خاموش کنیم ببینید چقدر رگ هست اینجا. اینا رو همه رو آدم باید تزریق بکنه تا نتیجه خوب بگیره. یه مثلا اینا الان تزریق میکنه، خانم سوزن کاملا آدم این ور و اون ورش میبینه که این داره پخش میشه. بعد از این که تزریق کردیم هم داخلش تزریق میکنیم هم دورش تزریق، این رگا کاملا از خون خالی بشن.